ایستگاه تاکسی ها در شهر خوجند. از اینجا مسافران را به دوشنبه میبرند، ولی مثل روزهای پیشینه سیرآدم نیست. رانندگان میگویند شاید باریدن برف و فرآمدن یرچ یا ترمه مردم را ترسانده است. تعداد کمی مسافرانی هم که به راه برآمدند سفر خود را به دوشنبه مهم و ضروری خواندند. Oçdan Duşanbe bana. این راه که رفتم بعد مثلا نمیترسید راه میگم برف بسیار است. برخی دیگر نتوانستند که به هواپیما بلیط گیرند. روز دیگه ما خواستیم که با هواپیما رویم، لیکن افسوس که گفتن که ریس هم نیست، بلیط هم نیست. بنابر همین ما ضرور شمردیم که خیلی با راه دوشنبه سفر کنیم. چند مسافر ادعا کردند که در چنین روزهای سرد نرخ راهکرای تاکسی از خوجند به دوشنبه نیز گران شده است. رانندگان سبب را افزایش خرج در زمستان نامیدند، چون به گفته آنها با سبب گاه بسته شدن راه مجبورند که ساعتها بایستند و برای گرم شدن مسافران ماشین خود را خاموش نکنند. بازی 30 لیتر بنزین расход شود در تابستان، در زمستان 40 لیتر میشه. مثل گرم نیست میکنه. در همین حال مرکز آب و هواسنجی در تاجیکستان از احتمال فرآمدن سیل و یرش در منطقه‌های کوهستانی هشدار داده است. به اطلاع این نهاد احتمال در روزهای آینده این وضع ادامه کند و از ساکنان خواسته شده است که از سفرهای بدون ضرورت خودداری نمایند. شرکت ایرس مسئول نگاهبین و جمع‌آوری پول در راه دوشنبه چناق که سالها باز نام مالکانش رسما اعلام نشده است، شب 17 دکبر از فرآمدن ترمه خبر داد. حالا این یگانه راهی که شمال کشور را با پایتخت می‌پیوندد باز است، اگرچه عبور و مرور از آن مثل بهار و تابستان آسان نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.